اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس که در خدمتتون این جلسه هست آخرت شناسی هست و در نهایت حالا بحث بهشت و جهنم رو داریم که جایگاهی است بهشت که دیگه انسان در نهایت منزل حقیقی و منزل نهایی انسانه که باید همه به سمت این بهشت حرکت بکنن و بتونن در واقع در اون سکنا بگزینن. و اولا که بهشت مخلوق به هر حال خلق شده و ساروا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. میگه خداوند متعال میگه سرعت بگیرید، سبقت بگیرید در آیه دیگر که به مغفرتی از جانب پروردگارتون و بهشتی که ارزش نه طولش، حالا طولش رو دیگه نمیگه قرآن، ارزش اینه که سماوات و الارض. حالا ارز گفتن معنی وسعت گاهی در تفاسیر، گاهی هم گفتن که خب این ارز رو میگه یعنی طولا نمیگه، یعنی دیگه اصلا قابل بیان نیست، ارزش فقط آسمان ها و زمینه. حالا این بهشت چقدر بزرگه؟ در روایات داریم کمترین بهشتی میتواند تمام اهل دنیا رو در منزل خودش جای بده و در مهمانی بدهد. این چقدر این کمترین بهشتی وسعت مکان داره و روایات بیشماری که از نعمت‌های بهشتی وجود داره و آیات قرآن که مفصل این رو بحث کردن. اما آنچه که هست اینه که بهشت معتقدیم که خلق شده، همین الان هم هست، نیازی است بعداً خلق بشه. همین الان هم در واقع مؤمن عملی که انجام میده بهشتش داره اونجا براش ساخته میشه، همچنان که جهنم هم همین گونه هست. وقتی که یک نفر عمل زشتی رو انجام میده، عمل ناپسندی رو انجام میده، جهنمش هم الان خلق میشه. موجودات ناپسند و مکروه منتظرن که این شخص بمیره و در واقع سراغش بیان. و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. میگه آماده کردیم برای اونها بهشتی رو که در واقع جاری است از زیر اون نهرهایی که همواره و به صورت ابدی در اون قرار دارن. این که میفرماید به صورت ابدی باید دقت کرد که یکی از نکات مهم بحث معاد شناسی توجه به این آیه قرآنی که بهشتیان و جهنمیان به صورت ابد در اونجا هستند. یعنی ابد که میفرماید یعنی مدت زمان بسیار زیاد، یعنی دیگه انتهایی نداره. در مورد مثلا قیامت میگه یک روزه، یک روزش هم میگه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، یک روزی که معادل 50,000 سال دنیاست. یعنی خدا میگه من یه روزه حسابتون میرسم. حالا بعضیا 50,000 سال و تمامشو گرفتارن به خاطر اعمالی که انجام دادن. بعضی هستن که میگه مؤمن به اندازه یک نماز 4 رکعتی چقدر طول میکشه، همونقدر این 50,000 سالو در روایتی داره که این طی میکنه، سریعا این مسافت 50,000 ساله رو میره و تمامش میکنه. این تازه یه روز قیامت. حالا شما ببینید که این شخص میخواد به صورت ابدی اینجا زندگی کنه، یعنی دیگه زمان اصلا میتونیم بگیم که اینجا محو میشود براش، چون دیگه اصلا ماده هم نیست، ماده و زمان با همن. اما خدا میخواد بگه که چقدر وسعت داره قیامت، صحنه قیامت، و چقدر وسعت داره حسابرسی اعمالی که حالا بماند تو 50,000 سال 50 ایستگاه، 50 موقف، هر موقفش 1000 ساله. انسان باید پاسخگوی اعمال اون در واقع ایستگاه ها باشه. انسان باید در این دنیا حسابرسیش انجام بده که انشالله در اون موقف ها گرفتار نشود، در اون موقف های 1000 ساله در واقع خیلی سریع رو رد بکنه و تمام اون 50 موقف انشالله به اندازه این نماز حرکتی رد بکنه و برسه به انتهاش که بتونه وارد بهشتش بشه. در جهنم هم در واقع هم تجسم اعمال داریم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. در مورد مثلا کسانی که دارن مال یتیم میخوره، میگه همین الان که داره مال یتیم رو میخوره و دزدی میکنه، این همین الان داره آتش در واقع در معده خودش قرار میده، در حالی که خب ظاهرا داره غذا میخوره، چیزی لذیذی میخوره. این داره قرآن باطنش رو عرض میکنه، یعنی همین الان خلق شده و باطنش آتش است. در جهنم هم انسان ها گرفتار اعمال خودشون هستن و انشاءالله که ما بتونیم اهل بهشت باشیم و بهشتی باشیم و از جهنم و جهنمیان دوری کنیم به برکت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باشید.